بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، یک سلام گرم بر شما تقدیم می کنم. امروز تاریخ 22 دسامبر است، مصادف و اول جدی 1392. امروز ما در خانه یکی از ورزشکارای بسیار مشهور قرار داریم که بعدا خودش معرفی میکنه. خانه اسماعیل جان خوجزاده هستیم. خوجزاده صاحب سلام علیکم. صحت شما خوب است؟ جان شما خوب باشین، صحتتان خوب است. افتخار ما است. خوجزاده صاحب لطف کنین خدا معرفی کنین شما. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا محمد اسماعیل خوجزاده یک تن از ورزشکارهای سابقه داره تیم منتخب ملی بوکس افغانستان که در سال 1354 که اولین بار تیم منتخب ملی افغانستان به وجود آمد، ما از اون جمله سابقه دارترین ورزشکارهای بوکس هستیم. بسیار خوب. خوجزاده صاحب لطف کرده شما بگوین که در کدام سال رو آوردین به رشته بوکس؟ تو خلاصه کلام بر شما بگویم در سال 1350 نظر به شوق علاقه که ما از ورزشکارها و همسایه ورزشکار داشتیم، غفور جان رهبر بود، مشفق جان بود که او از شنازو دیده و شوق علاقه بوکس رو آوردیم و بعدا تحت نظر استاد الف محمد غریب خدا یادش بخیر و استاد سخی احمد احمدی که به نام گلاجان میگفتیم، استاد کلپ ما بود. در سال 1350 زیر نظر از یا شروع کردیم و بعدا همی بوکس ما ادامه دادیم. تمرینات خود تحت نظر استاد بزرگوار و دوست داشتنی ما شادروان عزیز الله عزیزی در کارتینه و تا ما تانستیم به می درجه قهرمانی که در طول 10 سال ما متواتر در تیم منتخب ملی بوکس بودم. ما افتخار از استاد بزرگوارم استاد عزیز الله عزیزی و غفور جان رهبر هم بزرگواران بوکس ما بودن، احترام خاص برشان دارم. و سال 1354 دیگه تا 68 ما عضویت تیم ملی داشتیم. بسیار خوب، بسیار خوب. خوجزاده صاحب زیاد خوش شدم که شکر که صحت داریم. میشه بگوییم که تا حال چند مسابقه کردیم؟ فعلا ما چندین مسابقه کردیم مگر حافظه مال نمانده حساب نکردیم و ما مدالا و تحصیلنامه و کپی که گرفتیم همش دیگه حال فعلا محدود است، چرا چندین بار ما عملیات قلبی شدیم و چیزا ما از یاد بردیم. یک 7 مدالم پیش خودم از یک دو کپ که در وقت جوانی گرفته بودم. خانه برادرم در سر جنگ رو ماندیم دیگه معلوم نشد کلماتی تو پرک شد. خوش شکر که جور صحتمند هستین. اسماعیل جان قند در چند مسابقات خارجی اشتراک کردین اسماعیل جان؟ 2 بار ما یک بار به سال 1978 بود که ما در تاجیکستان رفتیم برای مسابقات بوکس و در سال 1980 برای مسابقات جهانی 1980 مسکو رفته بودیم. ما با خواهد که وسایلی که فعلا ما در کشور از روی پرده تلویزیون میبینیم که جوانای ما در افغانستان بسیار با ورزش خود پیش رفتن، او وسایلی که سابق ما نیاز داشتیم حال فعلا موجود است وقت نداشتیم. آسمان ما زمین ما رنگ بوکس بود و آسمان ما زمزک ما هیچ چیزی نداشتیم. ما از هیچ تانستیم در 12 سال یا 10 سال در تیم منتخب ملی بوکس بودیم، باقی مانده بودیم. بسیار خوب، بسیار خوب. اسماعیل جان میشه بگوین چند سال میشه که در کشور آلمان زندگی میکنین؟ من تقریبا از سال 2001 به این طرف من در آلمان زندگی میکنم. بسیار خوب. از وقت چند سال میشه گفتین که در آلمان زندگی میکنین؟ تقریبا از 2001 به این سو ما زندگی 12 سال میشه. از وقتی که در آلمان زندگی میکنین آلمان رشته بوکس پیش میبرین، تمرین میدین، تمرین میکنین، مسئولیت دارین، امرای ورزش سر کار دارین؟ از 64 از 2004 تا
تا 2008 ما تانستم که در شهر اسهو ما ترینر بوکس بودم و اونجا بسیار شاگردا تربیت کردم، چی روسی چی افغانی دیگه. دو تعداد بسیار زیاد گفته چیز چند مرد تصنامه و یک مجسمه بوکس هم گرفتیم اینجا هست دیگه. بسیار خوب بسیار خوب. استاد گل لطفتان است که ما با شما افتخار میکنیم. من خودم شاهد حال هستم که اسماعیل جان مشهور به کلی افغانستان یاد میشه، یعنی بسیاری دوستا را که اگر پرسان کنین به نام اسماعیل نمیشناسن، به نام کلی میشناسن. واقعا لقب کلی را کسب کرده بود، واقعا ضربات بسیار محکم و دلاور و با جرأت مسابقه میکرد. من خودم شاهد حال چندین مسابقه‌اش بودم که نام خدا مسابقه‌اش بسیار زیاد بوده که اینجا دیپلمایش است، خودش در مسابقات المپیای 1980 هم اشتراک کرده بود. نام خدا مسابقه‌اش بیاد زیاد است که شما این تصویر میبینید که بسیار مسابقات دست بالا دارن، در تمرینات خارج که اشتراک کردن، عکسی گپا دارن، عکس ها بسیار زیاد است چون وقت کم است. دیگه خوش شدم که اسماعیل جان ساعت دارن. اگر کدام پیام داشته باشی برای ورزشکارای افغانستان ما در خدمتتان هستیم، لطفا بفرمایید. یگانه پیام اولی نیست که خداوند در وطن ما صلح آرامی را بیاره و ما بسیار خوش هستم و میبینم از روی پرده تلویزیون، چون از لحاظ اقتصادی توانایی ندارم که ما بیایم و برام افغانستان رو ببینم و زیبایی افغانستان رو با ورزشکارهاش میبینم. ما افتخار میکنم که وطن ما هم شکر پیشرفت ورزش شد و در سطح جهان بیرق ما به اعتزاز در میاره و از جوانای خود هر یک شده آموش گرفتم میبوسم و ما اینه میره ورشان اینمی پیامم است که ورزش کنین، محبت کنین، یکدیگر در آغوش بگیرین، رقابت های اخلاق نکنین، جنگ نکنین. ورزشکار همیشه درخت پرمیوه و پرثمر است، هیچ کسی تو نکنه. ما به خاطر از که عشق ما میایه و دلم از خاطر وطنم و دوستایم بسیار دقت میکنم. من زیاد ورزشکارهای خود دوست دارم و من از برادرم دوست داشتنیم نور محمد جان تشکر میکنم. یاد بود از ما کرد که امروز بسیار خاطرات فراموش نشدنی است که استادم عزیزالله عزیزی شادروان دوست داشتنی و مهربان بود با هم که با لبخند شیرین خود با تشویقای گرم خود که ببر و شیر و بلند بلقب برام میداد و در خیلی رنگ میکرد. برای مسابقه مدر آمدیم جانب مقابل خودم چی خارجی و چی داخلی با من نظر به شرایط زمانم و وقت میتانستیم، اما حالا سن سال ما دیگه ایجاب نمیکنه. کسی که بعد از ما آمدن ما پیروزی و جانجوری و سلامتیشان یگانه چیزی که ما خواهشم است محبت یکدیگر را دوست داشته باشیم و در آغوش همیشه بگیرین، هیچ وقت تلخی نداشته باشین. اگر یک روز یک اشتباه میکنه بسیار گذشتتان خصلت مردان باشه که گذشت داشته باشین. بسیار خوب بسیار خوب. اسماعیل جان ببخشید در اول باید از من پرسان میکردم، میشه که شما تقریبا ده ها سال شما در رشته ورزش مصروف هستین، میشه که خاطره خوبتان رو بگوییم؟ والا خاطره همش خاطره خوب همیره داریم که من اینیم یک چانس بسیار خوب داشتم که در طول 10 سال که ما عضویت تیم منتخب ملی بوکس داشتم، ما هیچ وقت از تیم ملی ما در طول 10 سال دور نشدیم و یک محبت در بین ما بود، هیچ رقابت ما نداشتیم و یک دیگر هم در آغوش میگرفتیم. این هم میگفتیم که احمد هستی، محمود کلبیسی، مقصود، همه ما افغان با هم دیگر صمیمی بودیم. در بین ما چیزی نبود هیچ. اسماعیل جان قند ببخشید یک سوال دوم میکنم، برای من بسیار جالب است. در دوران شما که بوکس میکردین کدام بوکسر مسابقهش یا بوکسش خوشتان می آمده؟ والا ناگفتن امانت بوکسرهای ما همش خوش ما می آمد.
تو بود که چون شایق بوکس بودیم، هر بوکسر که داخل میشد چی جوان می بود تشویقش میکردیم و چی که سابقه دار می بود هم معلوم میشد که تکنیک های بعد از زمانی که سال 1354 ترینر تیم ملی باکس که ستاد شوروی سابق از اوکراین آمده بود گرانات تمرین میداد ما را و تکنیک های ما یک تغییرات آورد که سیستم شرقی ما را به سیستم غربی ما را به سیستم شرقی تبدیل کرد و پوزیشن بوکس که سابق داشتیم لب ما دان بینی ما خالی بود او را پت ساخت. ناگفتن امان بسیار در بوکس گرانات برای ما یک تغییرات بسیار بزرگ را آورد که حتی بینی و لب ما حال سالم ما احساس میکنیم که از قبلا نبود. بسیار خوب بسیار خوب. خود تشکر اسماعیل جان خوجزاده صاحب که وقتنا برای ما در اختیار ما گذاشتیم. یک جان تشکر. آرزو دارم که همیشه با صحت و با عافیت همراه تمام اعضای فامیلتان باشیم. تشکر از خودت به زحمت ساختیم. خواهش میکنم. و ما نتونستیم که یعنی خدمت درست به خودت بکنیم. قربانتان زنده باشین. همین که صحت دارین که شما از ما یاد کردین به یاد خدا باشین. لطفتان است. بیننده‌های عزیز اسماعیل جان خوجزاده صاحب معرفی کردیم. واقعا از بوکسرهای سابقه دار افغانستان است که بازم تکرار میکنم به نام کلی افغانستان مشهور است. دیگه امروز خانهشان آمدیم خدمتشان آمدیم خواستیم که از نزدیک دیدار کنیم از موقع استفاده کرده یک چند لحظه فیلم برداری و گپلام کردیم. دیگه موفق کامیاب باشین سربلند باشین. خدا حافظ.